آیا میتونم توی منزل مشترکمون دوربین مداربسته به صورت مخفیانه بذارم؟ سلام. من مهشید سادات بهرانی هستم. بعضن سوال میپرسن که من به همسرم شک دارم و میخوام که توی منزلمون یا حالا محل کارش به صورت مخفیانه دوربین بذارم یا توی خودروی ایشون دستگاه شنود نصب کنم. آیا مشکل قانونی داره یا نه؟ ببینید، ما اصل 25 قانون اساسی رو داریم که توی این اصل بیان میکنه که تجسس ممنوعه و نصب دوربین و حالا اون دستگاه شنود مصادیقی هستن از انجام اعمال تجسس. و همینطور ما ماده 36 حقوق شهروندی رو داریم که توی اینجا بیان کرده که حریم شخصی افراد محترمه و کسی اجازه نداره تعرض بکنه نسبت به حریم شخصی افراد، در صورتی که فیلم هایی که توسط این دوربین ها ضبط شده باشه و یا اینکه اصواتی که توسط این دستگاه شنود ضبط شده باشه با سوء نیت منتشر بشه و آسیبی به حیثیت و شرافت اون شخص بزنه، قانون مجازات برای اون مجازات تعیین کرده و تحت پیگرد قانونی طرف قرار میگیره. البته امکان این که این فیلم ها و یا گرفتن صوت ها به صورت قانونی وجود داشته باشه هم هست و میشه که از مراجع صالح مجوزی اونها رو دریافت کرد. برای همین بهتره که قبل از اینکه شما اقدامی انجام بدید حتما مشورت داشته باشید. موفق باشید.